بچه‌ها شاید بگین مگه شما درسی هم میافتین؟ ببینید بچه‌ها، دانشگاه بندر یه چیز عجیبه، اصلا شما نمیتونید باور کنید. الان میگن این داره چیز پراکنی میکنه راجع به دانشگاه بندر. بچه‌ها دانشگاه بندر بخورم علوم پایه رو فوق العاده برای ما سخت گرفته، خیلی خیلی سخته علوم پایه دانشگاه ما. و ببینید ما با این حجم از درس که میخونیم باید نمره خیلی بالایی بگیریم. یعنی داخل دانشگاه های دیگه ببینید بچه با نمونه سوال ما شنیدیم پاس میشن، حتی دانشگاه تیپ 1 دارم بهتون میگم. ما از دوستامو شنیدیم مثلا گفتم ما پاس میشیم با نمونه سوال، ولی ما با نمونه سوال عمران پاس نمیشیم. اصلا نمونه سوال اکثر مواقع نمیدن، نمونه سوال اصلا نمیخوایم بدن. خب سوال هایی میدن وحشتناک بچه ها، واقعا وحشتناک، شما باورتون نمیشه. یعنی در حد کنکوره. نمیدونم والا این فقط دانشگاه ما یا بقیه دانشگاه هم هست. اگه بقیه دانشگاه هم هست بچهای دانشجو بهم بگین اصلا که کم خوشحال‌تر بشم. و اینکه بچه دانشگاه امتحانش هم خیلی وحشتناک سخت میگن، یعنی چون که ما الکترونیکیم همه دو تا دیوار بینشونه و هیچ کس رو نمیبینه تا بعد امتحان و بعدش میایم بیرون و ریاکت های همدیگه رو میبینیم. یعنی سر جلسه نمیفهمیم که این فقط برای من سخته یا برای بقیه هم سخته.